زکات معادن و گنجها. الله سبحانه و تعالی در زمین معادنی آفریده مانند طلا، نقره، آهن، سنگهای گرانبها، سرب و غیره، و همچنین احیانا انسان به مالی دسترسی پیدا می کند که به وسیله انسانی در زیر زمین مدفون شده که آن را گنج می نامند. و برابر است که مال از معادن باشد و یا از گنج، زیرا الله سبحانه و تعالی در آن زکات را واجب گردانیده است. خداوند متعال می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، از پاکی‌های آنچه کسب کرده اید انفاق کنید و نیز از آنچه برای شما از زمین خارج کردیم. و به دلیل فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و در گنجها 1/5 می باشد. و به مجرد این که انسان مالک گنج شود، باید زکات آن را به طور مستقیم خارج سازد که همان خمس است، به دلیل فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که فرموده است: و در گنجها 1/5 می باشد. زکات نقدین، و غرض از نقدین طلا و نقره و آنچه که قائم مقام آنها از ارزهای کاغذی رایج امروز می باشد. و علما بیان کردند که زکات نقدین واجب است به دلیل فرموده خداوند متعال که فرمود: و کسانی که طلا و نقره را می اندوزند و گنجینه می کنند و در راه الله انفاق نمی کنند، پس آنها را به عذابی دردناک بشارت ده. و به دلیل فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که فرموده است: هر صاحب زر و سیمی که حق آن را نمی دهد، در روز قیامت با تختهای آتشینی که در آتش دوزخ سوزانده شده، پهلو، پیشانی و پشت او را داغ کنند. هر زمانی که سرد شود بار دیگر اعاده می شود، در روزی که برابر 50,000 سال است، تا اینکه میان بندگان قضاوت شود تا راه خود را ببینند که یا به سوی بهشت و یا به سوی دوزخ باز شده است. و اهل علم بر فرضیت زکات طلا و نقره اجماع دارند و فقها یادآور شدند که اسکناسها و چکها حکم طلا و نقره را دارند، زیرا که در تعاملات پولی جایگزین آنها شدند و برای وجوب زکات نقدین شرطهایی وجود دارد. باید به طور کامل در ملکیت صاحبش باشد و 1 سال کامل هجری قمری بر آن سپری شود و نیز به نصاب رسیده باشد. و علما نصاب طلا را 20 دینار دانستند که 85 گرم می شود، زیرا که دینار طلایی مساوی 4 گرم و ربع می باشد. اما نصاب نقره 200 درهم یا 595 گرم است، زیرا 1 درهم نقره‌ای برابر است با 2,975 گرم. اما نصاب اسکناس‌های نقدی بر اساس بهای نصاب زر و سیم در هنگام خارج کردن زکات قیمت کرده می شود و برابر است که به شکل طلا و یا نقره و یا پول فلزی و یا اسکناس کاغذی باشد. زکاتش از ربع عشر یعنی 2.5% حساب می شود. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند: اگر 200 درهم داشتی و 1 سال بر آن سپری شد، در آن 5 درهم است. در طلا تا به 20 دینار نرسد چیزی نیست. هرگاه صاحب 20 دینار شدی و 1 سال بر آن سپری شد، در آن نیم دینار است. هرچه اضافه شد به همین حساب می باشد. و اگر کسی مالک طلا و نقره بود ولی هر یک از آنها به نصاب نمی رسید، رأی راجح آن است که در آن زکات نیست. از طلا به تنهایی زکات می دهد و از نقره نیز مانند آن. برای تکمیل نصاب یکی با دیگری یک جا نمی شود، زیرا که 2 جنس مختلف می باشند. هیچ دلیلی برای یک جا کردن یکی با دیگری به خاطر تکمیل نصاب نیامده است. و به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه و سلم که فرموده است: در کمتر از 5 اوقیه زکات نیست. و کسی که میان طلا و نقره جمع کند، در کمتر از 5 اوقیه نقره نیز زکات را واجب می داند. اجماع علما بر آن است که 1 اوقیه مساوی با 40 درهم می باشد. زکات زیورالات. اما اگر زیورالات طلایی و نقره‌ای باشند 2 حالت دارد. اول زیورالاتی که برای ذخیره کردن
و گنجسازی و یا به غرض بازرگانی ساخته شده که زکات در آن واجب است. اما زیوراتی که برای استعمال ساخته شده، بسیاری از علما در زیورات زکات را واجب نمی دانند، زیرا این زیورات مالی که غرض از آن نمو و رشد باشد نیست، بلکه وسایل شخصی بوده که مورد استعمال و بهره‌گیری قرار می گیرد، مانند لباسها و اساسیه و کالاهایی که ضمن نیازمندیها و زینت زن می باشد. اصل در زکات نمو و رشد مال و یا قابلیت رشد آن می باشد تا زکات در آن لازم گردد. در زیوراتی که برای استعمال ساخته شده، اخراج زکات از نظر احتیاط و براءت ذمه است. زنی نزد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و دخترش که 2 علنگوی طلایی یا دستبند به دست داشت نیز همراهش بود. آن حضرت صلی الله علیه و سلم به او فرمودند آیا زکات آن را می دهی؟ گفت نه. فرمودند آیا خوشحال می شوی که الله تعالی به سبب آن 2 دستبند آتشین برایت در روز قیامت بگرداند؟ گفت آن 2 را از دستانش کشیده به سوی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم انداخته و گفت این 2 برای الله عزوجل و رسولش صلی الله علیه و سلم باشد. ولی اگر زیورالات از طلا و نقره نبود بلکه از الماس، یاقوت، مروارید و غیره بود، در اینها زکات نیست، هرچند که بهایش گزاف باشد، مگر این که برای بازرگانی بوده که در این حالت ضمن کالاهای بازرگانی شامل می شود.